ملی که سپری با اعتماد ملت شناخته شده است، با شرایط و امکانات معاصر خدمت هوسمندی جوانان را بهر ادای خدمت حربی بیشتر نموده است. اینک نمونه والای فعالناکی جوانان در دعوت تیرماهی نیز بر اعلا احساس گردیده. در روز نخستین دعوت حربی که در تمام شهر و ناحیه ها برگزار گردید، دعوت شونده ها در روحیه فخری به جزء تامهای قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان فرستاده شدند. امروز مادران بدخشان شکرانه ادا میکنند که فرزندان وطن پرور و وطن دوست را به وای رسانده که آنها با افتخار یعنی اختیارانه به صف ارتش ملی برای حمایت مرز و بوم کشور یعنی کمر همت بستند. روز دعوت شونده این مفهوم الکی در دعوت حربی به شعار افتخاری تبدیل یافته تا رفت شوق و رغبت جوانان را با حس بلند ملی بهر ادای خدمت زیاد می‌گرداند. ما مادران رشتون زمین شکرانه از آن میکنیم که در یک دولت آسوده و آزاد زندگی داریم. من همچون مادر آموزگار 3 فرزندم را طریق اختیاری به خدمت روانه کردم. یکی از پسرانم در قشون‌های سرحدی خدمت نموده به سری بلند برگشت. فرزند دومین باشد در قشون‌های هوایی حربی خدمت نموده و هم با سری بلند صحت سلامت به خانه‌مان برگشت. اینک باشد فرزند سومیم در قشون‌های حربی هوایی خدمت نموده ایستاده است. شکرانه از آن میکنم که فرزندان من خدمت مادر وطن را با روی سرخ و با سری بلند عطا نموده و برای دفاع از مرز و بوم وطن خدمت نمودند. ما مادران رشتان زمین فخر میکنیم با چنین فرزندان تربیت کرده امان. هر یک مادر وظیفه‌دار است که فرزندش را در روحیه وطن دوستی، وطن پروری و حفظ مرز و بوم وطن تربیت نماید. باید گفت که قواهای مسلح در هر دور و زمان برای هر یک کشور صاحب استقلال پایه متین، کفیل بی‌خطری و تامین کننده حیات آسایشته مردم به حساب می رود. ارتش وظیفه بزرگ مدافعه وطن مادر را داشته، خدمت در صف قواهای مسلح مهر و محبت جوانان را برای احترام مقدسات ملی، پاس داشتن ارزش‌های ملی و حفظ یکبارچگی میهن دوچند گردانیده به آنها درس زندگی و جوانمردی را می‌آموزد. ارتش را چون مکتب مردانگی و آموزش کسب و هنر توصیف کرده، جوانان در صف قواهای مسلح همه روزه به آب و تاب وطن مشغول شده سالم و بردم میشوند و با هوشیاری و زیرکی دولت صاحب استقلالمان را حفظ می نمایند. همین است که والدین با افتخار بلند میهندوستی فرزندان خود را در دعوت بهاری و تیرماهی به خدمت وطن مادر گسیل می کنند. امروز خیلی خرسندم که فرزندم را برای خدمت وطن آماده نمودم. میدونید وقتی که دایره حفظ مرز و بوم سخن میرفت، فرزندم با سری بلند میگفت که من خدمت میکنم و چون سخنی او را میشنیدم من گل گل میشکفتم، خرسند میشدم که من چنین فرزند را تربیت نمودم و با یک حسی بلند امروز همراه فرزندم برای گسیل نمودن آمدم. ما همه زن و مرد، پیر و برنا، لشکر جانفدای اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان جنرال ارتش امامعلی رحمان هستیم. مادر آن روز خوشبخت می شود که فرزند خود عسکر گردیده برای مرز و بوم خود خدمت شایسته نماید. ما مادران فرزند خود را در روحیه وطن دوستی و افتخار ملی تربیت نموده کوشش میکنیم که فرزندان ما بعد ختم مکتبی میانه اختیاری به ارتش ملی روند، خدمت مادر وطن را به جا آورند، جوانمردی خود را نشان دهند. من والدین می باشم که 3 فرزند خود را برای خدمت کردن به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برای حمایت وطن مادر فرستادم. ما همه زیر پرچم جمهوری تاجیکستان صف آراسته به تمام مردم شریف تاجیکستان مراجعت کرده میگویم که جوانان برای خدمت مادر وطن همیشه تیار باشید، چون که مادر وطن برای ما عزیزترین و قیمتترین چیز به حساب می رود. در خاطر باید داشته باشیم که تقدیر ملت، آبادی و آسودگی و حفظ این مرز و بوم از هر یک ساکن کشور وابستگی کلان دارد.
یکم اکتبر سال روان در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از 3 سپتامبر سال 2022 درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1995 2004 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی و طبق طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی در تمام شهر و نواحی مملکت دعوت نوبتی جوان پسران به صف قواهای مسلح جمهوری در فضای ادانه آغاز گردید. در روز اول دعوت نوسکران جوانان زیادی از گوشه‌های گوناگون کشور آمادگی خود را برای ادا نمودن خدمت مادر وطن نشان داده و کمیسریات‌های حربی حاضر گردیدند و در وضعیت تنتنوی برای حمایت مرز و بوم وطن گسیل کرده شدند. به اختیار خود به کمیسریات حربی حاضر شدم. خدمت به وطن خدمت به مادر خود است. خدمت قرض شهروندی هر یک انسان و ایمان هر یک نفری وطندوست می باشد. خدمت برای هر یک مرد شرف است. مایه افتخار است که به مثل دیگر رادمردان کشور برای من هم میسر گشت که امروز به نام پرشرف سرباز سزاوار گردم. خصوصا در دعوت نوبتی جوانان دلیر و شجاع و وطندوست جماعت‌های دهات واروخ و چارکوه شهر اسفره، تمام شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان، ناحیه‌های منطقه رشت، ناحیه‌های دنغره، فرخار و بخش ولایت ختلان فعالی نشان دادند و شهر و ناحیه‌های نامبرده نخستین شده نقشه دعوت حربی را اجرا نمودند. در اجرا کردن نقشه دعوت حربی در شهر و ناحیه‌های نامبرده اگر از یک طرف خوب به راه ماندن کارهای فهماندهی و کاربری از جانب مسئولین باشد، از جانب دیگر این از حس برند وطن دوستی، خویشتن شناسی و آمادگی همه‌جانبه جوانان برای حمایت مرز و بوم دولتی شهادت می‌دهد. در دوران صاحب استقلالی تمام جوانان باید درک نمایند که خدمت به وطن مادر قرض فرزندی و وجدانی هر یک جوانمرد باننگ و ناموس بوده مکتب بزرگی تربیه جسارت و وطنداری به حساب می رود. امروز هدایت و راهنمایی های پدرانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان سرمشق فعالیت هر یک جوان خویشتن شناس قرار داشته نسل امروز وطنمان تاجیکستان را چون گوهرک چشم حفظ و حمایت می کنند. امروز مقصد هر یک جوان به آن روانه کرده شده است که به قدر مادر وطن رسیده استقلالیت، وحدت و یگانگی، ثبات و آزادی و مقدسات ملی را چون گوهرک چشم حفظ نمایند.